سلام، امروز با هم میخوایم یه سینی خیلی خوشگل بسازیم. 250 گرم پودر آلفا به نسبت 1/3 آب و قالب تلقی احتیاج داریم. آب و پودر رو با هم مخلوط میکنیم و هم میزنیم. چون برای این کار رنگ توسی میخوایم یه مقدار پیگمنت مشکی رو میریزیم و با هم دیگه مخلوط میکنیم. مواد رو به صورت سوزنی داخل قالب میریزیم. حباب گیری میکنیم و نیم ساعت زمان میدیم تا خشک بشه. بعد از خشک شدن کار رو از اطراف آزاد میکنیم و از قالب خارج میکنیم. تیزی‌های کار رو اینجا با سنباده کاملا صاف میکنیم. زمینه طرح من سبزه، بر همین ترکیب آبی و زرد و کمی مشکی رو میسازم. حسابی با هم رنگا رو مخلوط میکنیم. رنگی که ساختیم و به صورت رقیق شده روی تمام سطح کارمون میزنیم و بلافاصله با یک دستمال پاک میکنیم که حالت پتینه ایجاد بشه روی سطح کارمون. با رنگ نقره‌ای و اسفنج روی سطح کار تاچه نقره‌ای ایجاد میکنیم که کارمون خیلی خوشگل تر بشه. طرح مورد نظرمون رو به اندازه ابعاد سینیمون دورگیری میکنیم. چسب چوب رو با آب رقیق میکنیم و روی بیس کارمون کاملا پخشش میکنیم. طرحمون رو روی سطح کار میچسبونیم و با یه پوشش پلاستیکی و یه کارت به نرمی حباب گیری میکنیم. سطح طرحمون رو آب بندی میکنیم و بعد از خشک شدن نسبت 1:2 رزین و هاردنر رو مخلوط کرد و روی کار میریزیم. با یه فندک اتمی کارمون رو کاملا حباب گیری میکنیم و 24 ساعت میذاریم که کارمون کاملا خشک بشه. اگه از این آموزش خوشت اومد ما رو فالو کن که کلی آموزش داریم. لایک کن و برای دوستات هم بفرست.